هر کدام شما گفته مردم الکی در همون بعد مادر در 120 روزگی تو جاتو نوشته شدگی بود کی در جنت میرود در جنت نام نویس شدگی دوزخی ها در دوزخ نام نویس شدگی. میگه صحابه ها گفتن که یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا گفتن خیلی مودام که نوشتگی باشه همین عمل برای ما را چی لازم بدست؟ برای چی جان منقم بتیم؟ برای چی در گرمی تابستان روزه بگیریم؟ برای چی سحر ساعت 3 بخیزیم برای بامداد آمادگی بگیریم؟ اوخی اگر جنتی باشیم سرمون در سنگ هم بزنیم جنت میریم. اگر دوزخی باشیم خودمون بدرونیم ای دوزخ خلاص نمیشیم. عمل چی لازمه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنه به هر کس همون عمل میسر میگرده که خداوند برای همون خلقش کرده است. اگر در نامه اعمال همون جنتی باشه برای تو عمل همون جنتی بسو معقوله. ساعت نماز اومد به قرار میشه کوشش میکنی که ای حرام بگریزی. اگر به شرطی که دوزخی باشی برای دوزخی را بدبخت همین میافتگیش در زنا و در حرام و در شراب صرف میکنن. و یا بدبخت گفت که ما را حرام میپروره نعوذ بالله. گفتم کافر شدی بدبخت. کسی میگه ما را حرام میپروره او مسلمان نیست دیگه. یعنی او میدونه ایسر اینا کلمت ارزه که زن تبره ایسر اینا نکاح زن طلاق شد. ببینید